فقط میگی که من آدمی نیم. میگم تو کل پخ تو دک بار کده یا تو داری و تو چه کاری تو فلانی تو ایت تو بوده خیلی باش. چیکار ما هیچی همین دخترها خالی مینا همون میگن تنه میدم میگم تو ایتنی تو چه کاری تو فلانی ایت تو دک بار کده یاد نداری تو کل پخی. دختر خاله تو دیگه کی میگه بد میکنه دختر خاله تو؟ میگه تو حتی دست رو یاد نداری بشوری. خب با شما بگین چی ربطی داره؟ میگه تو عروس شده ماست چه کار تو مست چه کار کنی ترکی ماست بستونه. خب این به زونا چی ربطی داره و دختر خاله تو چی ربطی داره؟ من چی میفهمم زن ماما شما میگه دختر ماما شما میگه شما نمیتونم برم بگیم چه شما دیگه پا میزنه. دختر ماما من آه زن ماما من به مو سند کلون خو میگم ایته همین دیگه پا میزنه. و اصلا تو بگو من گندی اون کلا پخیم اصلا من ناکاریم بیکاریم پرتویم همه شاور ما کمر مایه. من چی میفهمم گریه نکو چی مردمی گیر کردیم ما با پیدا واسم برم 5 دقیقه بیام بشینم اختلاط کنیم سه کنم چی میگه. کمال شما بش کنه خودی گپ زدن شما الهی شما خدا از من بدتر کنه. من چه کار شده که شما من میگی میتونی تو چه کار روز داشتم تنه میدین دست من کمه پا من کمه یک سر به من هر چی میدن نمدار میشه به من میگم به شما اصلا چی ربطی داره؟ اصلا همی کلا پخی همی گندی همی پرتوی همی افتادی چی کار داریم برادر؟ نامادم دختره شما نستوندم همون خاطری سوخت شما میگیره. یکی بدنیم به مرز دادیم یکی بدنیم به ایران دادیم. چی رقم مردمی بیدم؟ سیاست یک سرای به زود تا برغه میگم یک سرای مطلق بریو میگم زن تو کل پخیه زن تو نون پخته یاد نداره زن تو بچون چی یاد نداره. بابا چیه؟ یک زنگ به می ماما خوب بزنیم دخترها خود زن خود بفهمونه. آخی ماما با چیه؟ ماما با اثر زنکا خو اثر دخترها خو یک زنگ بزنیم یک پیر خجالت نمیکشم. هر کس که گنده بود مگر رو پرتو دیم هر کس که کل پخ بود مگر رو پرتو دی. الو ماما اشتنه بخیرین زنده باشین سلام خوبم شکر نه خوب چی بگم ماما با شما ماما گردن شما بند با شما ما همین زن خورم بفهمونه همین دخترها خورم بفهمونه آنو ما این چه کار نشه همین برفته ما چون به خونی خاله ما به سلام چون کی بیده و بالاخره همین گپا مفته الغر به سر گوش خوب گپا به سر چینگ خوب بسته کردم برفتم عزیز سرا بزی سرا عزیز سرا بزی سرا عزیز سرا بزی سرا که زن گیلک ما چون کلا پخ یه نمیتونه میمون ارس کنه ما چون می گندی پرتوی بیده بدادم بزی دیک پختر یاد نداره دیک پختی یاد نداره نون پختی یاد نداره اما هر چی هسته برا درمو زن منه با می زنکا شما با می زن شما با می دختره شما چی ربطی داره ماما؟ اشته نگفتم بابا اونی بیای محجوب پرسی زن کنی بگفتم یا نه هر چی به شما ما مراعات میکنیم انگار کنیم هیچی به هیچی ما میترسیم از شما خون نقیقی نداره چاری میگفتم ماما با هر جا این همیت چیزایی هم به تالارام که میرم ماما میایم به خونه میشینم والله امرو دومات گندی بود والله امرو عروس گندی بود نونا اینا ما چون چکارک بود تالار اینا ما چون کخ و پخ بود بابا ماما تو خیلی سردل یاد داری بابا ما گفتیم نه هر چی میگن گپا خود ماما گوش میکشن دخترها میت آدم ها نیه زن میت آدمی نیه وقتی مادر خود بگو چوب کو برو بگو چوب کو بگو اصلا نرده که من چردی بلدی تارتوقا 33 بلای من برات ماما و زن و دختریا
مادر گیره نکنی، چه گیره میکنی؟ اتنا مردم، اتنا دخترا مردم. خیره گیره نکنی، غمی نداره. من میرم به پیار خو میگو. گفت تو اماله. من میرم به پیار خو میگو سوا کنی. یالا سلام علیکم ماما جو. کیاری بخیری؟ سلامت. شکر زنده باشی. میگم ماما بله. همین دخترها شما همین مادرم من رای کردن خب که بیام به شما بگم خب همین دخترها شما همین زن شما به همین مادرم چی کردن؟ که یک زن میگم من چون کلا پخ یاد یک پخته یاد نداره، چی کار یاد نداره، رخشویی یاد نداره، اصلا به اینا چی کاره؟ اصلا اینا به این کار کی بیاورده که اینا شیشتیم با کار مردم دخالت میکنن؟ میگم هم پیار تا گویدم زنگ زد اینگه پار بزد با تو ری کرد. ها دیگه مادری بیامدم که نزدیک خودی شما گپ زنم بشینم بگم کاکا جیگه مادر من میته گیره میکنه که چی بگم؟ کجکی نه شرم داریم نه حیا داریم. کجکی بله بابا. میگم همین زن همین بتکه بخکول گندیه، بخکول کل پخیه، بخکول دیگه پای یاد نداره، خیلی پخته یاد نداره هیچی. شما بدی کارا چی مربوطه درباره تو مرغ پولا که میگم زن متکه؟ چرا بابا چی کار شده؟ اشته چه کار شده که من ماستم بخورم کامل تعطیلی فیلم بابا چه خوره کرده؟ اما نگفتیم بابا، دخترا خاله فکر کنون گفته همسایه گفتم. دختر خاله تو بد کرده، تم بد کردی، مادرت هم بد کرده. ما خبر نداریم از این گپ. مادر من شیطونی کردم، ما چه خبر داریم؟ همون در شهرم کنه یا کنیم مادر من گیره میکنم. چی رقم انسان های شما؟ مگه منظم مردم مگه شما تو مرغ پلوکه بگین دیگه بشنم شما. عجب مردم شما بابا شما افتادم. خیر بینی ماما جو بله. برو من پیار خود سلام بگو ماما تو گفته دیگه این گپ به زندگی از طرف خانواده ما تکرار نمیشه، بفهمیدی؟ خوبه. به پیار خود بگو ماما هم چه معذرت خواهی کرده است تو، بفهمیدی کو؟ بفهم. دیگه اصلا ما دیگه یک کدوم دیگه خونه شما نمیگذارم که بیایم از طرف خانواده ما دل جمع باشیم. اگه دیگه قمصای گپ و گفته میزنه ما دیگه کار نداریم. این مسئله به رفته آمد نیه. بیاین قدم شما بروی چیش خوری همون مادر مگندیه کلا پخیه هرچی هسته مادر مانه خوش ما دیگه نمایه که گپ زنیم پشت خب گفتون دیگه گپ تکرار نمیشه از طرف خانواده ما دل جمع باشه. خوب ماما من میرم دیگه. چای بخور. زنده باشه. خدا حافظ. بفرما بیاید. سلام علیکم. شتنی عباس. شنگی لک جام. توی بخیر سلامتی. یار خونو که گیلک نه. بنده بالا خود. شتن گیلک. شکر آقا. شتن کجیر کجای کجیر؟ کجیر خوبه مال. بیری شد به کوچه نبود. نه زن کلا پخش مشتنه. چرا؟ گفتم زن کلا پخش مشتنه. بسیار خوب دیگه. والله زن کل پخ مامیت گندی نیه. دیگه ببار کرده یاد نداره. میگم. دیگه نون پخته یاد نداره. میمون رو عرض کرده نمیتونه. میگم خوارم از با خونه میته میگم. کی میگه؟ همین خوارم میگه زن گیلک کلا پخ یا دیگه ببار نمیتونه میمونا خونه میتونه پذیرایی کنه میته میگم. گیلک. یک گپی مهم بگم چه بگم؟ بگو. از این که همه ولی زن تو گپ میزن زن تو گندیه میگه زن کلا پخ زن گندیه. دولت طول پیدا که بگو خوب. همینجا یک زن بیویه. قراره که دیگه امور به تو بودم. میرم به سالای نبو خسرونی.
هزی که به زن تو هر کی گپ می اولا که من میگم زن تو کل پخیه خورد دل جمع که از این میگه هر کی تو تانه تو خودت بچه بچه میکنی تو خودت خوراخو بد کردی غلط کردی تو خود خوراخو انسان بیشرف تو سیکو تو زن تو که اشتا بیامده مثل مقبول مثل مادرم خودم اختلاط میکنه نه چرا ما مردم ایتانیم این بنده خدا نیه زن این خاطر گندیه این کل پخ موای میتونه ساخته شده ایشته بیا آمده مثل مولارم مثل پیارم مثل برارم به پهلیم دوری رفته به بزیر کمپل قرار بامه بیوه پیدا بیور برو با پیر مادر خو بده بیور بده و برارا سیگار باز خو سیگار برارا محتاج خو بده خدا برستی دگه با سگه ببین سرا خورتور نبینو تو دگه ببین سرا و تو خور مادر تو بیای با خودی شما گپ بزنم من اختلاط های میکنه که آدم لذت میبره اگه پایسایی که چی میگه تو صبر کن تو